سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. این اولین جلسه از دوره آموزش گیتار برای مبتدی هاست، یعنی کسایی که میخوان تازه گیتار رو شروع به یادگیری کنن و من سعی میکنم خیلی با جزئیات و به طور خیلی خلاصه یعنی مفید مطالب رو بگم خدمتتون که زودتر بتونین سازتون رو صداشو در بیارین و یاد بگیرین. اولین چیزی که راجع به گیتارتون باید یاد بگیرین اجزای سازندشه. حالا اجزای اصلیشو من خدمتتون میگم، اونایی که مورد نیازتونه. 6 تا سیم داره گیتار، از پایین به بالا میشماریم سیم ها رو. 1 2 3 4 5 6. مثلا من میگم سیم 2، از پایین به بالا میشماریم این سیم های پایین صداشون نازک و زنونه است و سیم های بالا صداشون کلفت و مردونه است. به اصطلاح سیم های بالایی جنسش فلزیه، سیم های پایینی جنسش نایلونیه. سیم های فلزی صدای بیس دارن، یعنی یه صدای ضخیم و به اصطلاح میگن سیم بیس. خب هر کدوم از این سیم ها به یک دونه از این گوشی های کوک وصل شدن، پس اینا هم اسمش گوشی های کوکه. به سمت چپ که بچرخونیم سیم سفت میشه، به سمت راست بچرخونیم سیم شل میشه، که در جلسات بعدی کوک کردن گیتارتونم بهتون میگم. و یه نرم افزار داره که اونو باید نصبش کنید به نام گیتار تیونر و خیلی راحت میشه گیتارتون رو کوک کنید. هر سیم در واقع روی فرکانس اصلی خودش باید کوک بشه، یعنی هر سیم صدای خاص خودش رو داره. اگر سیمی شل یا سفت باشه اون کوک گیتارتون به هم میریزه و صدای خوبی از گیتارتون نمیگیرید. خب این میله های فلزی اسمش فرت که اینا رو بخش بندی کرده به صورت عمودی، اینا اسمش فرت. بریم سراغ آموزش اولین تکنیک. خب این تکنیک یکی از مهمترین تکنیک های گیتاره که تا آخر همراهتون هست، یعنی شما نوازنده فوق حرفه‌ای هم که بشین کلا با همین تکنیک ملودی ها و آهنگ ها رو میزنید. خیلی تکنیک کاربردیه و مهم. پس من سعی میکنم خیلی با جزئیات و درست بهتون توضیح بدم و ازتون توقع دارم که همونطوری که توضیح میدم یاد بگیرین و اگر باز مشکلی داشتین، مشکل خاصی داشتین، سوالی داشتین میتونین بپرسین. قبل از اینکه این تکنیک رو بریم، نحوه گرفتن گیتار رو من خدمتتون بگم. گیتار یه فرو رفتگی داره، دو طرف فرو رفتگی پایین واسه اینه که با این قسمت رونه پا، این عقب ترین قسمت رونه پا، این گودی رو پر کنیم. این یعنی این خط پشتی گیتار بچسبه به تنتون. این لبه بزرگ گیتار رو میبینید، در واقع از اینجا با این قسمت آرنجتون گیتار رو بغل میکنید و این میشه نحوه گرفتن گیتار. پایی که گیتار روش قرار میگیره این مقداری باید بیاد بالاتر که تسلط بیشتری داشته باشی. حالا اگر دست چپین، پای چپ باید بیاد بالا دیگه. در واقع سیم ها هم باید جاشون عوض بشه، سیم های بیس باید بیاد پایین، سیم های تریب یا سیم های نایلونی باید بیاد بالا. خب تکنیک پیکادو معروفه به تکنیک راه رفتن. یعنی چی؟ یعنی خیلی مشابه راه رفتن. ما موقعی راه میریم یه پا جلوی یه پا عقب، این پا میاد جلو، این پا میاد عقب. حالا با انگشت اول و دوم ما این کار رو باید انجام بدیم، یعنی این دقیقا همین کاری که داریم توی راه رفتن با پاهامون میکنیم با انگشت ها باید انجام بدیم. خب برای اجرای این تکنیک ما دستمون رو باید به ریلکس ترین حالت ممکن اینجوری بندازیم. الان دست من کاملا ریلکس، یعنی شل انگشت ها شله. راجع به اجرای تکنیک ها مهمترین اصلی که باید رعایت کنین اینه که انگشت ها رو انقباض ندین بهش یا سفت نکنین انگشت ها رو. انگشت باید شل باشه. اگر من اینجوری بگیرم اشتباهه، انگشت باید شل باشه. و بازی عصب‌عضله است. در واقع باید همیشه قبل از اینکه یک حرکتی با انگشتتون انجام بدین راجبش فکر کنین، بگین که خب این از کدوم مفصل تکون میخوره، این از کدوم عضله استفاده میشه. خب
این بندهای انگشت کاملا همون فرم نرمالشه، یعنی از اینجا این شکلی هیچ موقع انگشتم خم نمیکنم. و قبل از این که من روی گیتار این تکنیک رو بهتون بگم، اصلا بگم چی هست، این حرکتی که میگم رو انجام بدین. خب این دست من ریلکس. من نمیدونم داخل اون ویدیو میفته یا نه، چون که پشت دوربین من نمیبینم، کسی هم نیست. اینجا دستم ریلکس میندازم. از این مفصل اینجا در واقع انگشت باید خم بشه. قبل از این که بخوایم خیلی سریع انجامش بدیم، دقیقاً همین چیزی که گفتم رو رعایت کنیم، یعنی خیلی آروم آهسته. انگشتم رو ریلکس میندازم و از این مفصل انگشت 1 و 2 رو به صورت راه رفتن تکون میدم. قبل از این که بریم روی گیتار این تکنیک رو اجرا کنیم، باید بهتون بگم که انگشت های ما اسم دارن P, I, M, A, X که عکسش رو براتون میذارم. این 5 تا رو باید حفظ کنیم، خیلی هم ساده است. و دست چپم که 1, 2, 3, 4 چیز خاصی نداره. پس مثلا من میخوام بگم انگشت اول و دوم، میگم انگشت I و M و تکنیک پیکادو با همین I و M زده میشه. میریم سراغ اجرای تکنیک روی سیم‌های گیتار. در واقع همین فرم ریلکسی که انگشت ها داره رو باید بیاریم روی سیم‌های گیتار. حالا من موقعی که در واقع از این آرنج دستم خم شده، انگار یه مقداری دستم بلنده برای این تکنیک، یعنی انگشتام نامیزونم، باید خمشون کنم اینجوری، ولی ما نمیخوایم خم بشه. پس برای تنظیم کردن زاویه درست، از ساعدمون، یعنی از این کتف یه مقداری دستمون رو میدیم بالا و ساعد رو روی این برجستگی بزرگ گیتار میذاریم، لبه بزرگ گیتار. حالا انگشت شست روی سیم 6 قرار میگیره. نکاتی که راجع به پیکادو هست من بهتون میگم و خیلی با دقت گوش کنین و رعایتش کنین که اگر اشتباه یاد بگیرین این تا آخر باهاتون هست. همونطور که من توی خیلی از ویدیوهای حالا کسایی که فالو میکنن میبینم مثلا اینجوری پیکادو میزنه، چون که فرم اصلی رو نهادینه نکرده در ناخودآگاهش. پس باید پله به پله رفت جلو. من این تکنیک رو که بهتون گفتم بعدش میرم سراغ دست چپ و شما هم این تکنیک رو یاد گرفتین که کاملا دیگه مسلط شدین، بعدش برین جلسه دوم رو ببینیم. خب پس ساعد رو آوردیم بالا، کتف آوردیم بالا. حالا فرم ریلکس یعنی فرم اصلی انگشتام روی گیتار پیدا شد. نکاتی که هست این که مچ دست هیچ موقع اینجوری نمیچسبه روی گیتار، همیشه رو به جلوه، چون که فرم دستمونم کلا یه حالت همین شکلی داره. حالا برای اینکه انگشتمون همون فرم ریلکسش رو داشته باشه باید مچ رو مقداری بشکنیم رو به جلو. دوم، انگشت ها موقع اجرای تکنیک از همدیگه باز نمیشن، چون باعث انقباض میشه. موقع اجرای تکنیک انگشت رو به عقب نمیره، فقط رو به جلو از همون مفصلی که گفتم. و قدم های ما باید کوچیک باشه. و نکته خیلی مهم راجع به این تکنیک اینه که موقعی که سیم رو میزنیم، هر سیمی که میزنیم تکیه میکنه به سیم بالایش انگشت که الان من در اجرا بهتون میگم. ضربه با نوک انگشت و یه مقداری لمس نوک ناخن ضربه زده میشه. راجع به ناخن هم خیلی خلاصه بگم بهتون که از جلو که نگاه میکنید دست راستتون ها 1 میلیمتر ناخنتون رو باید ببینید، نه بیشتر نه کمتر، و بهتره به طور مربعی کوتاه بشه که عکسش رو براتون میزنم. دست چپ هم که کاملا ناخن‌ها از ته گرفته باشه. خب بریم سراغ تکنیک. انگشت آی یا انگشت اول رو با نوک انگشت ضربه میزنیم روی سیم 1 و تکیه میکنه به سیم بالایش. انگشت دوم یا انگشت ام آماده ی ضربه بعدی. موقعی که انگشت ام رو میزنیم انگشت آی میاد جلو، دقیقاً مثل راه رفتن، و این کار رو تکرار میکنه. قدم های کوچیک، انگشت ها هم باز نشه و خیلی ریلکس و راحت.
اگر دیدین که سیم اینجوری گیر میکنه به ناخنتون، بدونین این بندهای انگشت رو سفت کردین، پس کار اشتباهه. تمرکز داشته باشین که انگشتتون شل باشه و فقط از این مفصل تکون بخوره، از این مفصل بالایی، مفصل اصلی انگشت. روی سیم 1 چند دقیقه انجامش بدین. بعد که روی سیم 1 انجام دادین، بیاین روی سیم 2. و روی سیم 3. یا کنین من چون دارم میام سیم های بالایی و میخوام فرم اصلی انگشتم حفظ بشه، مجبورم شستمم بیارم روی صفحه گیتار تا راحت تر باشه در واقع انگشتانم. تا سیم 6 همجوری دونه دونه سیم ها رو میزن و تکیه میکنه به سیم بالایش. تنها سیمی که تکیه نداره به سیم بالایش سیم 6ه. همطوری آزاد باید بزنیم و همین راهی که رفتین رو برمیگردین. خیلی چیز سختی هم نیست، قاطی نکنید. سیم 6 رو که زدین 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 میایین سیم 5 و سیم 5 رو که زدین باز میایین سیم 4. خب این کار و این تمرین رو باید در واقع روی هر سیم 4 ضربه بزنیم و به سیم بالایش. تمرینش اینجوریه: 1 2 3 4 به سیم بالایی، 1 2 3 4 1 2 3 4. در واقع من از سیم 1 که میخوام بیام سیم دوم، هیچ مکسی ما بینش نباید باشه. همون مثل تیک تاک ساعت که منظم میره جلو، روی سیم هم باید منظم بره جلو، مکس نکنید. من چون که میخواستم بگم سیم دوم، یه مکسی انداختم، ولی شما نباید اون مکس رو بندازید. و از سیم 6 باز میاییم تا سیم 1. و به مرور، یعنی بالای 1000 دفعه این تکنیک رو انجام بدین تا دیگه، یعنی بدون اینکه لحظه‌ای فکر کنین راجبش، خود انگشتتون انجامش بده. اینطوری که یاد بگیرین، من تکنیک بعدی رو بهتون بگم، این خراب نمیشه. باز بیان اینجوری بگیرین دستتون رو یه انگشتی بزنین. و این نکته رو داشته باشین که همیشه مثل راه رفتنه، یعنی یه ضربه رو که با انگشت اول زدین، ضربه دوم با انگشت دومه یا انگشت آی و ام. اسمای انگشت‌ها رو هم باید کاملا حفظ باشه. این تمرین جلسه اولتون بود. انگشت‌ها رو باید حفظ کنین و تکنیک پیکادو رو روی سیم‌های گیتار انجام بدین. نحوه کوک کردن و نحوه قرارگیری دست چپ رو جلسه دوم خدمتتون میگم و حسابی این تکنیک رو تمرین کنین. بعدش که اینو کاملا یاد گرفتین، میریم سراغ جلسه دوم و طبق همین اصولی که گفتم اگر پیش برین، خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش رو بکنین، قطعات و آهنگایی که دوست دارین رو میتونین بنوازین. و اینو هم بهتون بگم، من همه جانبه میرم جلو، هم بحث خوندن، آکوردها، ملودی نوازی و ملودی نوازی ها هم برای شروع از روی تبل چیره و باز ممکنه یه دوره ضبط کنم برای تئوری و در واقع الفبای موسیقی و نوت‌خوانی. تبل چیرها رو خدمتتون میذارم و ویدیوی آموزشیش هم کاملا هست، میمونه تمرین و تکرار شما. اصلی ترین موضوعی که راجع به یادگیریتون هست همین تکرار و مستمر تمرین کردنه. یعنی حداقل اگر خیلی هم مشغله دارین، روزی نیم ساعت رو با گیتارتون بگذارید.